سروال همه شمایان رو با خدمات زیرنثاری نزد حکومت جمهوری اسلامی خیر مقدم میگویم و جهت تشریف و اشتراکتون در نشست مطبوعاتی امروزه عرض سپاس می‌کنم. در نشست مطبوعاتی امروزه خدمات زیرنثاری نیم نیز جهت اجرای دستور سپارش‌های اساس‌الحقوق سلطنت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامی رحمان قرار است سپارش‌های حکومت مملکت و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری اسلامی چاره‌های عملی نشده در دایره وکالت‌های خود فعالیت را در سمت رشد سایه‌کاری و رقابت اینچنین پیشبرد سیاست زیرنثاری تخلیه میباشد و یکجا با دیگر مفهوم‌های مربوطه دولتی برای نگاه داشتنی معتدل نگاه داشتنی نقد در بازارهای کشور و پیشگیری کردن حالت‌های بی‌اساس بالا نمودن آن منتظم تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. محترم نمایندگان وسایل اخبار اومد میتونم دارم که سوال‌ها هستن مرحمت می‌نماید که از روی امکان با آنها پاسخ دهید. تشکر با دقتتون. نسبت فعالیت رکلام‌های کارهای معینی رو با شما رسانده است. قبلا شما ذکر کردید خب میگفتید که نسبت نفرانی که قانون جمهوری تاجیکستان درباره رکلام رو ویران میکنند چگونه جوابگری تطبیق میشود؟ در واقع رکلام یکی از سمت‌های پیوسته با خدمات زیرنثاری نزد حکومت جمهوری اسلامی واگذار کرده شده است و در دوره ثباتی در سمت قانون‌گذاری رکلام نسبت 26 سوبیکت خوجایی‌گری یعنی اویدی برطرف کردن ویرانکنی‌ها با آگاهینامه ارسال کرده شد و که در نتیجه ویرانکنی سمت رکلام از جانب سوبیکت‌های مذکور سری وقت و به طور پورا برطرف کرده شدند. باید گفت که در دوره حساباتی در نتیجه ترتیب دادن پروتکل‌های ویرانکنی معمولی در سمت رکلام یعنی جریمه معمولی و حسابی پرداخت‌های حتمی به بودجه پنج رکلام در مجموع در حجم 214,000 تومانی مبلغ‌ها برای گذراندن به بودجه‌های داخلدار قرارهای داخلداری مقامات زیرنثاری داده شدند و در این سمت البته خدمات زیرنثاری نیمبند نیز کاربری را تخلیه می‌باشد. شکر باز ارزان شد. این خب سببش چی است؟ چون جالب است در دنیای کنونی ارزان شدن مواد غذایی اما بیشتر از کدام کشورها وارد میکنید؟ نسبت به سوال یکم شما نسبت به واردات شکر طوری که خرید کرده شد در دوره ثباتی 117,000 تن شکر با مبلغ 130 میلیون دلار آمریکایی به جمهوری وارد کرده شده است که حجم واردات بیشتر از فدراسیون روسیه یعنی 46.4% به فدراسیون روسیه راست می‌برد و 16.6% به جمهوری بلاروسیه، 15.1% به جمهوری هندوستان، 8.8% به جمهوری پاکستان و دایره 5% به جمهوری قزاقستان راست می‌برد. البته ارزش میانه یک تن شکر وارداتی از فدراسیون روسیه $640 و از جمهوری بلاروسیه $847 را تشکیل می‌دهد. و طوری که شما خرید کردید در حقیقت در سال 2000 دوره ثباتی سال 2024 یعنی نرخ شکر پس فرو آمد. این هم البته از کنیکتور بازار جهانی وابسته می باشد و از اون دولت‌هایی که ما همین محصولات خریداری می‌کنیم و با بازار داخلی وارد می‌سازیم. یعنی 46.4% که از فدراسیون روسیه وارد کرده شده است. این البته پایش‌یابی همین نرخ محصولات در همین بازارهای منطقه‌ای از جمله دولت‌هایی که با استحصال شکر وابسته می‌باشند از همین حساب ممنون آمده است. یعنی من نمیگم که مسئله کسل شویش وزارت تندرستی خب من میپرسم از نقطه نظر همین اقتصادی یا همین کاری که شما میکنید زیاد شوی به چی وابسته و در اینجا از 60 دولت خارج دور و نزدیک یعنی همه محصولات ضروری وارد کرده می شود که 45% با جمهوری هندوستان راست میگیرد.
یعنی 45 از هندوستان، 20% از فدراسیون روسیه و دایره 7 از 4% جمهوری خلقی چین، 8% از جمهوری لهستان یعنی وارد کرده شده است. البته این با نظر داشت یعنی طلبات بازاری داخلی خودمان وابسته میباشد و بنابراین همون 420 تونه که قید کردیم ممکن از این حساب با میان آمده است. این نرخ‌ها در بازارهای کشور است. میگفتید که در همین دوره حساباتی آیا در بازارهای کشور یگان نفری علاویده یا که شخصانی علاویده مثلا آشکار کرده شدند که آنها از پیش خود نرخ را تغییر میدن؟ یعنی من در نظر دارم بالاروی نرخ را. یعنی این سوال شما ما یک چیز من شرح دادنی هستم که یعنی ما همه گونه نرخ تنظیم نمیکنیم. یعنی تنظیم دولتی در کدام صورت عملی کرده می شود؟ تنظیم دولتی فقط نسبت به نرخ‌های مال و محصولاتی از جهت اجتماعی ضروری که طبق قرار حکومت جمهوری اسلامی قبول کرده شده، یعنی در زمینه همون براه مانده می شود و ما در فعالیت خود همین نرخ‌های مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری رو فرمایش‌های دخلدار رو به تصویب می‌رسونیم. یعنی نسبت مال‌های وارداتی و استحصالی وطنی معیار سطح درآمدناکی رو از 8 تا 10% ما معین می‌کنیم و در مورد سفربر شدن کارمندان خدمات ذهن‌سازی و سوبیکت‌های خوجه‌گیدار جهت انجام دادن همین سنجش‌ها، یعنی همین معیارها رو یعنی نگاه میکنن. اگر که همین معیارها رعایت کرد از جانب سوبیکت خوجه‌گیدار رعایت نگردیده باشد و نسبت اونها البته قراردادهای دولت‌ها رو به تصویب می‌رسونیم و در این البته نسبت این مسائل ما معلومات دادیم و دیگر مسائلی که ما گفتیم نسبت سوبیکت‌های انصارات طبیعی باشند، یعنی تعریف‌های کار و خدمت‌رسانی آنها را البته خدمات ذهن‌سازی موافقه و تصدیق می‌کنند و طبق قانونگذاری جاری یعنی قانون درباره حمایت رقابت ما نسبت سوبیکت‌هایی که موقع حکم فرمایی رو یعنی در بازار مال معین اشغال کردن نسبت آنها البته ما تنظیم دولتی رو عملی می‌کنیم و در دیگر موارد بازار آزاد است و یا میتونه مستقیما یعنی فعالیت خود رو پیش ببرن و خدمات ذهن‌سازی یعنی در چند سوال وارد کرده شده است که میخواستم نسبت اونها نیز البته پاسخی خود ما بدهیم. از جمله باید سودشواری باید در بازار سودشواری شرکت‌ها سودشواری در بازار سودشواری شرکت‌های نو پیدا شدند و سهم آنها در بازار عمومی چگونه تاثیر می‌رساند و شرکت‌هایی که با فروش سودشواری مشغولند برای نقض قانونگذاری ذهن‌سازی جریمه ستانیده شده است و با کدام اندازه. و سوال دیگری که در اینجا هست یعنی نسبت شرکتی البته بازنموده است برای تاجیکستان که اوایدی تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و تاثیر آن با بازار سودشواری تاجیکستان. و باید گفت که در دوره حساباتی شرکت نوی که میتواند با حالت بازار محصولات نفتی ما تاثیر رسان باشد یعنی از جانب خدمات ذهن‌سازی به قید گرفتن نشده است و بازار آزاد است و میتواند که دلخواه شرکت با همین بازار یعنی با واردات و فروش محصولات سودشواری مشغول شود. و نسبت سوال نوبتی نسبت جریمه ها در واقع در سال 2024 از جانب خدمات ذهن‌سازی 21 سوبیکت‌های خوجه‌گیداری وارد کننده محصولات سودشواری تحت سنجش قرار گرفت و از جانب خدمات ذهن‌سازی در همین سوبیکت‌ها در مجموع 505,000 سومانی قانون‌ویرانکنی آشکار گردید که مبلغ‌های مذکور طبق قرارداد خدمات ذهن‌سازی و بودجت دولتی گذرانده شده. و سوال نهاییش این نسبت شرکت گازپروم تاجیکستان طوری که ما قید کردیم در بازار سودشواری بنزین و دیزل دایره 45% سهم نظر است دارد
و در امروز یگان ما مشکلی نمیبینیم و احتمال است که نسبت این مسئله نیست یگان شاید تغییرابی با میان نبیاید. مورد بازم بالا برداشتن نرخ نیروی برق شرکت برق تاجیک و استحصال کننده نیروی برق به حساب می رود. بنابراین برای تغییر دادن نرخ استحصال خود البته به خدمات ضدانصاری با ما مراجعت وارد شده است و نسبت این مسئله ما در دوره گروه کاری مسئله مذکور رو بررسی کردیم. جهت تغییر دادن نرخ استحصال نیروی برق یعنی در شرکت برق تاجیک البته تکلیف‌ها رو ما با حکومت جمهوری اسلامی منظور کردیم. باید گفت که طبق قانون‌گذاری عمل کننده یعنی تعریف‌های نیروی برق از جمله حکومت جمهوری اسلامی تصدیق کرده می‌شوند. همین ارزش اصلی برق هست 30 درم می‌خواد. اما خاطر باز از 30 درم گذشته است. شما ما خبر ندارید شما خبر ندارید. یه معلومات ارزش اصلی چند سال پیش بوده؟ 2-3 سال پیش همین معلومات دولت داد. اصلی تعریف 30 درم است. اما خاطر این برداشتن در کار. در سال 2021 با خاطر دارم یعنی همین تعریف میانه نیروی برق 20.11 درم رو تشکیل می‌داد. این زمان دایره 35 درم رو تشکیل داده شده است. ارزش اصلی تعریف میانه تعریف میانه نیروی برق. تعریف میانه 35 درم رو در واردات سوزشواری دیزلی و گاز مایع چقدر است و در واردات کدام نوع حصه بیشتر دارد در واردات تاجیکستان. و سوال دیگر که معلوماتی بعضی انستیتوت‌های اقتصادی بین‌المللی که در تاجیکستان فعالیت می‌کنند در اون سال جاری بالا کردن گفتگوی برق در نظر است. این تو درست است و آیا با خدمات این خدمات وارد گردید علاقه یا نه؟ و سوال سوم اوید با طرف‌های ارزش طرف‌های علاقه درباره این بسیار میگفتند و دوام این سال هم گفتند علاقه من خدمات در این سمت چی کارها میکنند؟ آیا ارزان‌شدگی این طرف‌های علاقه در نظر هست یا نه؟ تشکر. سوال یکم طوری که ذکر کردید در دوره حساباتی در مجموع در جمهوری 458,000 تن سوزشواری بنزین با مبلغ 336.8 میلیون دلار یعنی با جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد که 45.8% همین واردات با شرکت گازپروم نفت تاجیکستان وابسته می باشد و دیگر واردات اون یعنی 12.4% با اجنسی ذخیره مادی دولتی، 10.4% با شرکت سیگان، 6.6% با جدیمی تیمور اویل، 5.8% با حبیب اویل، 3.7% با جدیمی علق، 3.1% با جدیمی بحور و باقی مانده 12.1% با دیگر سوبیکت‌های خارجی راست می‌گیرد. و در واردات سوزشواری دیزلی باشد یعنی در دوره حساباتی 502,400 تن با مبلغ 391.3 میلیون دلار یعنی سوزشواری دیزلی وارد کرده شد که در این سگمنت بزرگ یعنی 45.3% با شرکت گازپروم نفت تاجیکستان راست می‌گیرد. یعنی که طوری که از تحلیل همین چی برمی‌آید یعنی سهم بیشتر همین شرکت در واردات سوزشواری بنزین و سوزشواری دیزل در بازار داخلی ما دارد. و نسبت طرف‌های برق طوری که شما درست خط کردید واقعا اون طبق اون سازشنامه و حجت‌هایی که با در زمینه سازشنامه‌های قرضی و گارانتی که با سازمان‌های مبلغ‌زا با تصویب رسیدند و حجت تعریفی که بین در زمینه پیشنهادهای بانک جهانی از جانب خدمات ضدانصاری و وزارت انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان با موافقه رسانده شده است. بلندشوی تعرفه‌های نیروی برق همه ساله در اون همین حجت معین شدگی هستند و
در واقع مسئله وابسته به مسئله مذکور در سال 2024 از جانب خدمات دینی سوری یک جا با نمایندگان وزارت و اداره‌های مربوطه دولتی مسئله مذکور بررسی گردیده است و تکلیف و جهت اقدامات می‌برده البته با حکومت جمهوری اسلامی پیشنهاد گردیدند. در مجموع باید گفت که همین مسئله یعنی در بررسی قرار دارد. حالا یکان قراری داخل به تصویب رسیدگی نیست. و نسبت سوال سیوم یعنی بلندشوی طرف‌های مبیلی بله باید گفت که در واقع همین سوبیکت هایی که با خدمت رسانی مبیلی الخوامان روشن با فهرست سوبیکت هایی که موقع حکومت‌فرمایی را در حضور مالی معین اجرا میکنند وارد کرده شده است و نظارت موافقه رسانی آنها از جانب خدمات ضدانصاری عملی کرده می شود و هر آن تغییراتی که به میان می‌آید این عمل از جانب همین سوبیکت ها یعنی مراجعت جهت تغییر دادن نرخ و کار خدمت رسانی خود به خدمات ضدانصاری مراجعت می‌کنند و بنابراین در سال یعنی جاری از جانب سوبیکت ها وارد شدنش معلومات نداریم. اگر که وارد شود نسبت این مسئله البته ما چاره‌جویی میکنیم. تا حال ما با ما نسبت یعنی تغییر دادن چنین طرف‌ها با ما مراجعت وارد شدگی نیست یعنی در همین زمان. سوال نباشد تشکر برای اشتراک.